کونده یاد دست فیلم سوپر کردم تو پاچت. فیلم سوپر لیلا فروهر بود، قدیمی الکی خالی بود. 5000 تومان میدون ولی هست. یکی من گیر آورد گفتیم فیلم سوپر. بچه بودم، خدای منو ببخش، گفت لیلا فروهره. خدای من غلط کردم، خانم فروهر من این چیزی که خاطره بود. $5000 دادم، ویدیو رو خریدم، خارکوزه 6 ماه میذاشتم، فیلم کسکش خالی بود. با فیلم خالی ما تصور می‌کردیم 6 نفر نشستیم نگاه می‌کردیم. اون موقع بچه بودم، مثلا صحبت 10-11 سالم بود. همون فیلمو من به یکی دیگه فروختم $8000. 8000 تومان تو مدرسه. خواهی نمی‌کرد مدیر بگه که موقع ویدیو بود دیگه. فیلم سوپر مدرسه به یکی دیگه فروختم و اینا. هر روز میومد گفت اسلامی ما چیه؟ میگه تا خونه خالی میشه ویدیو رو میذارم هیچی بالا نمیاد. این چرا؟ تو دلم گفتم من نمیدونم، بعد وایس فکر کنم دقیقه 20 به بعد میام، فکر کنم اولش همینجوری خالیه. این مثلا 4 روز بعد میومد آقا من اینو 40 دقیقه نگاه کردم تا آخر هیچی نشد. گفتم میدونم دیگه. بعد آخر